جان سلام عرض کردیم. عید مبارک جان. عید شما مبارک. انشالله که امسال شما سال چی اعلام میکنی؟ امسال خیلی میشه جان. نه شعار سال چی؟ پیامد سال چیه؟ سال دگرگونی، سال رفتن به کرات ماه. سال چه چیزی؟ توضیح بدین. توضیح سال بدین. سالی که گذشت چجوری بود؟ سال گذشته چی بود؟ سالی که گذشت چی بود؟ خیلی چی میگن به کیری چی میگن به زبان فارسی لاتین؟ نمیدونم. تو هر چی که تو میدونی بگو. کلا به انگلیسی به کیر چی میگن؟ نمیدونم. کیری میگن؟ خیلی بد بود. ماشین هم که رفت در سال قبلی. یادم نیاد، این یکی رو یادم نیاد. ماشین رفت با اون پلاک قشنگ رفت. خونم رفت، زندگیم رفت، ماشینم رفت. در سال جدید که پیامد جدید داری چی داری؟ در سال جدید میخوام من یک ماشین بگیرم. 55 ماشین تحتمیز مدل بالا. پیامد سال چیه؟ پیامد چیه؟ هیچ سال تولید، اقتصاد، مقاومت داداش چی؟ اقتصاد بس که تولید کردیم، خب که دیگه بخره تولید داره. همه باد کرده تولید ما. و شعار سال چیه؟ سال شار سال خودکفایی فقط آخرین من سال شما مبارک. همچین خواهش می‌کنم.